ما نرمش‌های سرعتی رو اجرا کردیم. حالا نرمش‌های کششی رو می‌خوایم اجرا کنیم. کشش دست انجام میدیم. اول دستا قلاب میشه، چرخش به سمت بیرون آفرین، بعد می‌کشی بالا. ببین حرکت کششی حتما سر داخل باشه. آرنجا صاف به سمت بالا می‌کشی، کتفا رو بالا، کف پا رو زمین، کف پا رو زمین آها. ببینید کتفاشون کاملا صافه. این نیست که سری مقدار عقب باشه، دستا شل باشه، اینطوری اشتباهه. پس می‌گیرید قشنگ کف دستو به ناموس می‌گیرید، کف دستو بزن به طرف سقف، بزن به سمت بالا. هر چند می‌تونی خوشا بکشی بالا. هر حرکتی رو بالای 15 ثانیه 20 ثانیه بعد مکس کنید، کشش بدید که اون کشش اعمال بشه. حالا از سمت راست می‌گیم بکش، حرکت از سمت راست میشه. خب یه نکته که از آفرین یه ذره پا باز بشه، شاید بعضیا بیان به این شکل انجام بدن. این حرکت اشتباهه. از بغل کاملا از بغل بخاطر این کشش پهلو انجام بشه و اون کشش لازمی که هست اجرا بشه. حالا از سمت چپ گفتم ما چون زیاد فرصت نداریم برای اینکه بخوایم سریع حرکت‌ها رو بگیم، یه نمونه کار فقط نشون میدیم ولی کمتر از 15 ثانیه نباید اجرا بشه، بیشتر از 15 ثانیه. حرکت به سمت جلو نه، صاف می‌ایستی فقط دستو می‌کشی جلو، یه ذره سینه‌تو می‌دی داخل. آفرین. ما به این حرکت میگیم پشتگیر. می‌کشه قشنگ جلو، ببین آرنجش حتما صاف باشه. حالا همین حرکت آروم میره پایین به سمت پایین، کف دستو می‌ذاره رو زمین. کشش اجرا میشه، زانوهاش صاف باشه. اگر زانوهاش خم شد اشتباهه ولی اشکال نداره، برای شروع کارم می‌تونید با زانوی خم شروع کنه ولی آروم آروم میگیم زانو صاف باشه. حالا یه ذره بالاتر، حالا اگه زانوش خم شد چی؟ هیچ ایرادی نداره ولی بهش میگیم هر چقدر می‌تونی برو پایین ولی زانوها صاف بشه. نکته تو زانوش، زانوها باید صاف باشه. خب بیا بالا. خب ما از بالاتر می‌خوایم شروع کنیم، نرمشو بریم به پایین‌تره. خب کف دستو کم دستو کف چرخش کف، چند تا حرکتی که چرخشی کف رو اجرا می‌کنیم. حالا برعکسش همونطوری که می‌بینید دو تا سه تا حرکت انجام میدیم که بریم حرکت دیگه. حالا حرکت چرخش دو تا دست به سمت جلو، حتما به ناموس بگید که دست بیاد بالا، کنار گوش بیاد پایین، صاف کشیده. بذارید یاد بگیره، تمیزی رو خیلی مهم برای آینده ژیمناستیکش. حالا از عقب چرخش دست به سمت عقب، چرخش دست به سمت عقب. خب حالا گردن، ببینید حرکت گردن خیلی آروم انجام بشه چون کششه، ضربه‌ای نیست. حتما اگر فرزندتون یا نوآموز دیدی ضربه زد جلوشو بگیرید و بگید خیلی آروم حرکت انجام بده، بالا پایین خیلی آروم. بهش بگید سقف نگاه کن، زمین نگاه کن، یا اینکه آروم بهش میگید بکش، خیلی آروم با یه دست میکشی و برعکسش میگیم دست بزنید بغل. ببین حالا من دستمو فشار میدم به این سمت، سرمو فشار میدم به طرف دست، یعنی نیروی مقاومتی و عوض می‌کنید کشش. حالا نیروی مقاومتی، سرمو به سمت دستم فشار میدم، دستمو به سمت سرم، یعنی نیروی مقاومتی فشار. خیلی خوب. حالا بالاتر رو که رفتیم یواش یواش میریم پایین‌تر. یه ذره پا رو باز می‌کنید، دستا رو کمر، حرکت چپ و راست انجام میدیم، چپ و راست، کمر رو چپ و راست می‌کنیم. حالا همین حرکت به سمت جلو عقب. حتما وقتی که شکم میره جلو میتونی به ناموس بگی شکمتو کامل بده جلو، بذار فشار بیاد، اشکال نداره. وقتی که میگیم بده عقب، لگن بده عقب، چند خمشو پایین، سر بعد به سمت جلو نگه دارید. کمر نباید گرد بشه، کمر باید باز بشه، سینه باز باشه، سر جلو، خیلی آروم میری جلو. ببین زانو حتما صاف باشه، زانو صاف، کمر سینه باز، کمر قرص، هر چقدر میتونی سینه به سمت زمین بره، سر بالا میشه. 1 2 1 2. خیلی خوب. حرکت بعدی دست میگیم بیار بالا، حرکتو فشار میدی، حتما از بالای سرت بیاد، ضربه میزنه 10 تا ضربه، 1 2 3 4 الی آخر عوض می‌کنی، 1 2 3 4 5 و الی آخر. حرکت بعدی حرکتی می‌خوایم روی مقدار فیله ها و چرخش پهلو اجرا کنیم. می‌بینید 1 خیلی آروم، 2 موقعی که ضربه می‌زنید به سمت عقب و پهلو یه ذره زانو خم بشه که فشار نده مهرا، یه خیلی کم، خیلی زانو خیلی کم نباید دیده بشه همین زانو. حالا یه مقدار پا بازه میگیم از پشت. ببینید موقعی که ضربه می‌زنی میگه از پشت، پای مخالفت نگاه کن، یعنی از سمت راست میری پای چپ رو ببینید و بس میشه 1 2. خوبه. حرکت بعدی دستا رو دو تا دست با هم میارید بالا، از پشت پا رو ضربه می‌زنی، 1 2 1 2. یه بار پای راست، یه بار پای چپ، 1 2. گفتم تمام این حرکت‌ها یا برای همانگی عصب عضله است یا برای یه حرکت بالاتر، یا همچنین میشه هر دو رو ترکیب کرد، یعنی هم برای عصب عضله هم برای اجرای حرکت بالاتر، مثلا این پشتک، مثلا پیچ، اینا همه تاثیر داره رو حرکات. خب حالا یه ذره پا رو باز می‌کنی، حرکت ضربدری دست و پا رو اجرا کنی، 1 2 1 2 1 2. میگیم نگه داری، 1 2 3 4 5. حالا عوض کن تا 20 بعد نگه داریم، ما چون فرصت نداریم میگیم تا 5. نکته‌ای که حتما با دو تا دستش مچ پاشو بگیره، سرش بیاد نزدیک زانوش، یعنی هر چند میتونه سرش بچسبونه به زانوش. حالا از داخل هم میتونی کار انجام بدی، دستش میبره داخل، ببین دستش برعکس میکنه، میاره داخل، سرش میاره بین پاهاش، هر چند میتونه خودش رو فشار بده به سمت داخل، بره داخل. یا بالا. خوبه. حالا پاها جو برای شروع کار این حرکتی که میگم، برای شروع کار میتونید به ناموس بگید که دستشو بذاره رو پاهاش، راه بره با دستاش رو پاهاش، بره پایین با زانوی صاف، دستشو بذاره زمین. میگی زانو صاف باشه، سر قشنگ پایین، بعدن که بهتر شد باید سرشو بچسبونه به پاش، دستشو بیاره عقب، سرشو بچسبونه به پاش. آفرین. این مقدار زانوشو خم میکنه. چرا؟ چون آقاپوری نظری انعطافش ضعیفه. خب حالا حرکت درجا اجرا میکنید، درجا بزن، درجا حرکتی میخوایم پروانه رو اجرا کنیم. حرکت پروانه چون همانگی دست و پا رو داره، ما ابتدا میگیم که دستشو رو کمر بذاره، 1 باز کنه، 2 1 2. حالا همین حرکت رو سرعت بده، 1 2 1 2. خب حالا همین حرکت میگیم با دست و پا با هم، یعنی چی؟ یعنی موقعی که پا باز میشه دستا بره بالا، موقعی که پا بسته میشه دستا بیاد پایین. برو 1 2. آروم برو 2 1 2 1. حالا سرعت بده. هماهنگ شد عجله. آفرین خوبه. حرکت قیچی، دست رو کمر، ابتدا این دست رو کمر خیلی آروم، 1 پرش می‌کنی یا به جای پا، 2 1 2 1
2 حالا سرعت آفرین هر رو خوب شد سرعت بدید خیلی خوب حالا همین حرکت با دست 1 پا میره جلو پای راست رفت جلو دست راست 2 1 2 1 2 1 2 کافیه خوبه حالا میگیم حرکت فرشر اجرا کنه دستشو باز میکنه یه پاش میذاره جلو خیلی آروم به سمت جلو نگاه میکنه بهش میگیم به یه جا خیره شو یه پا پس پشت بیار بالا یه جا نگاه کن تمرکز کن خیلی آروم تمرکز کن نگاه کن خودت نگه دار میگیم پا عوض کن حالا پا عوض کن خیلی آروم یه جا رو بعد نگاه کنه آفرین ببینید پنجه پا کشیده باشه از پهلو بزن از پهلو بزن آفرین ببین پنجه کشیده نیست آفرین حالا کشیده شد خیلی خوب حرکت بعدی همین حرکت میتونیم از جلو بگیم از جلو نگه داره آفرین کشیده از جلو پا عوض کن اون پا کشیده از جلو حالا همین حرکت میتونیم از پهلو بره از پهلو پنجه کشیده صاف جلو نگاه کن آفرین پا عوض کن پنجه کشیده صاف کشیده سرسینه جلو باریکلا ببینید تمام این حرکت‌ها رو گفتم تعادلی داریم چابکی داریم قدرت داریم سرعت داریم حالا تقریبا از بالا اومدیم پایین حالا رو زانوها میتونیم حرکت اجرا کنیم دست رو زانو بذاره آروم به سمت جلو عقب بده پا رو خیلی آروم حالا بهش میگیم دست جلو حرکت بشین پاشو ولی بشین پاشویی که انگار رو صندلی نشسته میشین رو صندلی میاد بالا رو صندلی میاد بالا بشین رو صندلی آفرین نباید تا تحت بشین نباید تا تحت بشین بزنو فشار میاد در آینده رو صندلی بشین یا بالا خوبه حالا این حرکت نشستنی بشین پایین از خاطر که یکی از نکات مهم و خیلی ضروری در ژیمناستیک که گفتیم ظرافت و تمیزی کاره ببینید پنجه پا باید کشیده باشه در ژیمناستیک اگر نباشه امتیازش کم میشه از تمیزیش کم میشه زانوها باید کاملا صاف باشه اون جایی که لازمه و پاها چسبیده اون جایی که لازمه خب حالا ما ژیمناست میگیم چی پنجه پاتو بکش بکش جلو سرسینه صاف به سمت جلو سر جلو صاف کشیده اگه دقت کرده باشید تمام صحبتایی که انجام میدم شاید 60% 50% کلماتم شاید بگم همینم هست صاف و کشیده چون بیشتر امتیاز تو کشیدگی ظرافت و تمیزی کاری ژیمناسته خب حالا این پاهاشو صاف کرده آپولیا سرسینه‌اش آورده جلو نکته‌ای که هست روی ران پای ژیمناسته باید رانش صفر باشه آروم میزنیم رانش میگه مثل سنگ باشه ران صفر باشه یا مثلا پنجه پا چسبیده باشه دو قلو از هم جدا نشن برادرها جدا نشن صاف آفرین حالا پنجه پا رو بازی میدی 1 2 1 2 آفرین حالا دو تا پا با هم کشیده بالا خوبه حالا پنجه پا رو میکشی سمت جلو همونطوری که میبینید کمر صاف دست صاف بیاد بالا به سمت هم آفرین کف دست به سمت هم باشه کشیده صاف کشیده ببین اگر یه مقداری پشتش گیر کنی حرکت اشتباهه ما بهش میگیم پیمرد نشو بالا آفرین شکم جلو سینه جلو هر چقدر بتونی سینه‌اش بده جلو دستشو بگی عقب سر جلو خب حالا همین حرکت مثلا میگیم تا 20 بشمر آفرین خوب شد میگیم تا 20 بشمر دستو باز می‌کنی تا 20 میشمری حالا دست میبری جلو ضربه میزنی به پا ضربه میزنی به شست پا حتما سر داد نزدیک باشه زانوها صاف باشه میتونی زانوهاشو بگیری صاف کنی دست میزنی به پنجه پا حالا نگه دار 1 2 3 4 5 6 و الی آخر تا 20 شما نگه داره حالا حرکتی که میادم رو کس بخوایم کار کنی کششه حرکتی که پا صاف کشیده کس رو ببینید فاصله‌اش هنوز زیاده ولی اگر تحمل داشت میتونید فشار بدید خیلی آروم فشار بدید تا جایی که خودش بگه در گرفت همونجوری نگه می‌دارید بیشتر از فشار نمیدید اگر هم کمتر شد اشکال نداره برای شروع کار ولی به مرور بعد بهش دستتو سر بده بذار بره عقب هر چند میتونه بره عقب سرش هم حتما باید به سمت بالا باشه بعد بهش بگی سقف نگاه کن پنجه‌اش صاف و کشیده باشه خیلی خوب این حرکتی که حالا حرکت سرسره شکم میاره بالا آفرین این حرکت سرسره است این یکی از مهمترین حرکات در خرک جفتیایی که می‌زنن باید لگنشون صفر باشه شکمشون بالا باشه ببینید حتما باید بگید که کف پا رو زمین باشه شست پا رو زمین باشه زانو صاف باشه شکم بالا آفرین حالا همین حرکت رو دستتو جابجا کن همین دستی جابجا آفرین این حرکت میتونی اونایی که سطحشون بالاتره و تواناییش دارن میتونن این حرکت اجرا کنن کافیه حالا برگرد رو ببین برگرد این حرکت سرسره برعکسه روی پاش بخوره زمین آفرین روی پا رو زمینه سرش جلوش نگاه کنه میتونی تا 20 30 شماره نگه داره خیلی خوب کافیه برگرد دوباره پا رو بده جلو خب حرکت خرچنگی رو اجرا کن شکم تو بالا نگه دار خب میتونیم حرکت رو اجرا کنه بالا پایین باشه تو پایین بالا میتونیم میگیم 10 تا ضربه بزن 20 تا ضربه بزن حرکت بعدی شکم بالا یه پا بالا کشیده صاف میگیم 10 تا ضربه بزن یا 20 تا ضربه بزن صاف بالا پایین بشه آفرین پا عوض کن پای مخالفش هم میره صاف کشیده خب حالا حرکت بعدی دست و پای مخالفه یعنی چی پای راستش رو با دست چپش پای راست نیم بگیر یا ضربه بزن 1 عوض کن 2 این هم عصب عضله است هم قدرته هم انعطافه خیلی مهمه این حرکت خیلی خوبه حالا میگیم نگه دار یه بالا نگه دار 1 2 3 4 و الی آخر پای مخالف تمام کافیه حالا بشین یه ذره پا باز یک مقدار باز میشه این حرکت تقریبا 90 درجه است دستشو میکشه جلو هر چقدر میتونید سینه‌اش رو بچسبونه به زمین خیلی خوب حالا پای راستو بگیر دو تا دست روی پا حتما سرش بخوره پاش زانوش صاف باشه حالا پای مخالف آفرین صافو کشیده خیلی خوب کافیه تمام بشین دو زانو بشین همونجوری می‌بینید دو زانو میشینه همینجا خوبه بشین ببینید باید پاش جفت باشه برای پنجه پای اگه داره پنجه پاس پا جفت باشه پاشنه چسبیده همینجوری بشین آفرین دست کنار پا آفرین یواش بهش زانوش بیاره بالا فشار بیاره پنجه پاش که به کشیدگی پاش کمک میکنه که امتیازش هم بیشتر بشه در آینده خیلی خوب کافیه ما یه حرکتی داریم حرکت نصف شنا چجوریه زانوهاشو به زمین میذاره زانو رو زمین بذار حالا بگیم شنا بزن به شرط اینکه آفرین فکت بخوره جلوی دستت بعضی‌ها میان چیکار میکنن فکشون میذارن اینجا بزن اینجا آفرین این اشتباهه پس فکش رو بذار جلوی دستش بکشه بالا خیلی خوب کافیه اینم از نرمش‌های کششی که آپوریا انجام دادن خیلی ممنون